سلام خدمت همگی. انشالله که هر جایی که هستین جور و صحتمند و سلامت باشید. خوش آمدین به چینل یوتیوب سکینه سویزلند. انشالله که در هر جایی که هستین خوش باشین و همطور که میبینیم ما بیرون هستیم و شما تا آخر از این ویدیو همراه از ما باشین و بیننده ما باشین که ما کجا میریم و همچنین لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید و چینل ما را سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید تا اینکه بیننده ویدیوهای بیشتر از ما باشین. دوستا اینجا ما امروز رایی شده که بری دکتر بریم و امروز نوبت دکتر داریم. ما اینجا اندرا هستیم که در حال رفتن هستیم و از خانمون که مطمئن دکتر بریم در حال هستیم. ما امروز به نظر نوبت داشتیم دیگه بریم که چی میشه دیگه. برای شما از فضای بیرون از طبیعت سوئیس هم فیلم گرفتیم که شما بتونید ببینیم. ما در راه هستیم. زده های سوئیس، سرک‌هایش هستیم، خانه هایش. اینجا رسیدیم دوستا در مطب دکتر رسیدیم. حالا بریم که امروز واقعا نوبت داریم یا که نداریم. به نظر از ما امروز نوبت داشتیم. اینجا وارد مطب دکتر شدیم. اینجا در مطب دکتر هستیم. در اینجا بیرون سالن انتظار هستیم و اینکه متاسفانه وقتی ما رفتیم در دکتر گفت نه شما امروز نوبت ندارین، چهارشنبه بعدی نوبت دارین. و که دوباره برگشتیم ولی هوا خیلی گرم بود. یعنی ما بشکه آب که پر کرده بودیم همش خوردیم. یعنی بعد این عینک من پرموش شده بود، یاد رفته بود. رفتم دوباره برگشتم اون رو گرفتم و از مطب دکتر و هم که سطل آشغالی ها در سوئیس هسته که اینجا سطل آشغالی همه چی تصفیه میشه و اینکه جدا جدا جمع میشه و کیلویی هسته، کارتی هسته داشت میندازه داخل چی میندازه. و اینکه فضای طبیعت با صفای سوئیس. این نزدیک های خانه هستیم تقریبا. اینجا نزدیک های خانه ما هستم. بسیار هوا گرم است، بسیار بسیار. و اینکه دوستان اینمی نزدیک روبروی پارک دروازه خانه ما است. گفتم یک کمک فیلم بلده کنم بیرون که شما